اکبر ترسان نام آشنا نه تنها در تاجیکستان بلکه در دایره های علمی و فکری دنیا است. این دانشمند سرشناس تاجیک چند روز بعد به سن 85 سالگی می رسد. رادیوی آزادی به پای صحبت این دانشمند آمد و از او پرسید که امروز که 85 ساله می شود چه حال و هوایی دارد و به چه کارها مشغول است. یک سر به زنبورخانه تبدیل یافته که یعنی گپی میگفتگی بسیار، لیکن هم می اندیشید که همین گپی من حاضر در کارمه برای کی؟ یعنی این گپ من با کی میگویم؟ با قبل لایق اگر تو پیام بری پیام با کی میبری؟ انا اندیشه ها آدم باز میدارد. من یک سلسله سر کردم و یه مقاله و چی کتاب میشد درباره همین پورتریتی فرهنگ شناختی آدمان شخصیت هایی که مجسمه زمان هستند. همین من از عینی سر کردم. روی غفور رو دیگه را فونشه وظیفه های زمان همین روی شخصیت ها میبرارن. زمان بدون شخصیت وجود ندارد. همین شخصیت همچون و این اکاس روزگار. استاد شما سال 2011 گفتند که رئیس جمهور از امریکا دعوت کرد که اکادمیای علمهای تاجیکستان اصلاحات کنید. همین اصلاحات شما موفق شد؟ من قبول نکردم. نکن چون که وعده همین بود که من وای تعیین میکنم معاون رئیس اکادمیا ویس پرزیدنت. لیکن من آمدم من قبول نکردم و من نفهمیدم چه بشه. زمانی فهمم یک آدم نزدیکشون نامش نمیگیرم و در آمده گفت است که این بچه هوشیار شوید و آشنای دوست نزدیک تور جان زاده. همین با گفتن در کار نه. نه دیگر سیاست همینجا سر شد. من ایستادم یک 3 هفته و امروز پگه چون بلیت گرفتم رفتم امریکایی و یه شهروندی امریکایی رو قبول کردم. تا اون وقتا من چند بار اونیورسیت پیشنهاد کرده بود رد کرده بودم. خواهی گفتم اکن قسمت همین باشد ما قبول داریم، لیکن نقشه های ویم هست علمیم بنابراین کارم میگیرم. ثانی همچون شهروند امریکا بعضی حقوقی چی پیدا کردم و دیگر یک چند نقشه علمی ساختم و وای میکنم گفته
شانه این سفیر ما در سازمان ملل حاضر وزیر کارهای خارجی وطن دوست اصیل و همین من دیده یه معلم وین شده تولی با این مسئله ما با میبرداریم گفتم شانه خیلی دوم مرتبه با خورده نشده لیکن گفتن که باید بازار صاحبی رو شما میبریم لبام سوچه اولین کاری که همین سر کردم از شعبه علم های جمعیتی به اصطلاح و یک دیوار خطایی ساختم و میخواستم که من دست کارگرای این سه اینستیتوت رژیم سرنگون کنم یگان پیشنهادی من شعبه قبول نمیکرد تکلیف های من از روی پرزیدوم به من گپ زده همونجا تکلیف قبول کردم اکنون همون از روی وی اکن رفرم واقعی و میگذارم گفتگینده در بارو با یک فکر نو پیدا شد و فکر نو این که منو مصرفه پیش بسنم. به بخش دیگر بگذاریم. درباره نقش دانشمندا و روشنفکرا در حل بحران‌های جامعه از جمله در سالهای 90 روشنفکرای ما را تنقید میکنند که نتوانستند از بحرانی که در جامعه با وجود آمد پیشگیری کنند. سالهای 90 با بحث و مناظره با همون نماینده های وی شد. مرافان میتینگ و چون که اونجا فیلسوف های هم بودن فیلسوف اکن من همون وی پارتی دموکراتی شادمان یوسف جور من نقشه وی داشت اکن بینشون من این وی بعضی ها فعالینی روشن فکری ممکن چه گویم و اکستریمیست بودن ما داچه میانجه گری ها و مشغول ها منو لایقو از داچه جا دادن همجا تا ساعتای دوسیه یا شتا نامی حکومت ها لایق مگو که مثاله ها دم نه مراسا چون که این گذشت کردن هم هست هم از طرف حکومت هم از طرف وای لیکن وای این روشن فکرهای اکستریمیست ماکسیموم بیران کردن ایو اون به من اونجا هر دو طرف کلتا خوردم میتود کارشون تقلید مثلا مسکو با پارتی دموکراتی ساختن این اونم مرده و فرانت ساختن اینجا هم فرانت این خیر یعنی از خودشون هیچی ندارن پوستای مثل او گفتم تو همین تصورات و همین وقت تو حاکمیت گرفتنی می چی کار میکنی بعد انا میخوام گپا کته لطیفی گفت که بعد حکومت تشکیل کردن تو منو وای با پیشنهاد کن
وزیر کارهای خارجی. تو چی میخوایی؟ من بودم هیچی نمیخوام. استاد چی شد که به امریکا رفتید؟ دعوتنامه بود اونیورسیتی پنسیلوانیا، همونجا رفتم. شانی وقتی که جنگ گرازانی سر شد و امریکایی ها من را نماندن، ایستادم اینجا و اونجا کشتار سر شد از روی محل و از روی وای. بنابراین این خرزه و ایما پروفسور آزاده پروفسور هم با شما یازه ما جواب دیم یک فلاکت میشه. در واقع من 2 بار کشتن شدم. روزی 10 هفته و پس آمرگی وای بود جلال اکرامی همونجا رفته. بعد قطقه راه، قطقه کانال، خانه و پیاده آمدم. انا همونجا ده ملالا به کانال با آمسادیم همونده یک ژگولی گذاشت، ژگولی کبود و هم چند کرا پیشم گذاشت. شانی من تو نگاه کردم و همونجا برآمده یک 50 متر رفت نرفت ایستاد. 2 کس برآمد، یک تاش به автомат، یک تاش به من خیلی روی خط نام ما اول. یعنی اون زندر کمانده تشکیل کردن، دشمنو در جاش پراندن. автомат هم تو داشت، گفت که اینجا بیا. من گفتم تو خودت کی؟ بعد میفهمی. آخر گفت که لبه کانال بفرو، سرت به یک تا آچرتیم. بعد گفت میفهمی. منم کتابی دست من گیا زدم کپوت با گیر گفتم پران جنگ من شروع شده و قریب 50,000 جوانای کشتن. من یک بار شاخ دادم. در نیوه هم گفتم چند اینشتین ها شاید بود. اما چی خودم رو کرد. رفتیم. رفته فرو مدم. پرام کردم. یکی اونشان ایستادگی کمیسر خود دوام جوری گرازنی روسیه با این کمیسر کرد. بعد گپای من ممکن چی شد می دلاشما رحم پیدا شد می دستت گفت بروید اینجا. از اینجا برانده میبخشید معلوم مکن اینجا به خطا شده گیو و автоматча گفت که را اونجا برانده ایست من بیام بعد و ادامه میکنیم. آقای گفتید آقای موگت که автоматча آقاین
خودش اقرار کرد که نگو تو خطا شده که دویم باراش در کجا بود استاد؟ دفعه دویم در کجا بود؟ دفعه دویم و یک اکادمیک روز تولد تشکیل کرد، همونجا رفتیم. من اونجا خانهش برآمده خط کوچه خانه پیاده میرم، گفته ماشین یه صدای و چنگ کوچه به ما گرفت. اون با گفتم که بیایید وای میکنیم. من هم جای کوچه برونده حاشیه کوچه کتی چنگ و کوچه دور شده همه جنده چی کنم؟ راه یکی دوتا جوان برون من داشت. کجا میری؟ من بودم خانه. چرا اینجا نگشتی؟ وای ستافکایی وای بودش. او یک ملا بود که عبدالغفار. ملا عبدالغفار. ملا عبدالغفار؟ نمونه ستافکش برسم اونجا. این تلخرانی تلی ماندگی در اطرافه. خلاص که و همون دوتا بچه ازش فامیلی از ویش گپش لحجهش پر بردم که میخیل سانی اکتش گفت که دوای گفت отправим его в Ставку, там разберутся. Дуемаш гуфт ки опасно, там же убьют. Вроде шпиона. Амжа маем дута тоҷик ихтилоф. Шани خلاص که من نبردم اونجا ستافکش به. استاد چی شد که همین حرکت روشنفکری و میلی خواهی که در آخر سالهای 80 شکل گرفته بود به سیاست کشید؟ اینجا که من گپ زدم یک روز تحلیل کردن در کار کی ها بودن ترکیب به و اون یگان تر آماده نبود برای رهبری کردن به و یا نه برنامه دارن نه و چی دارن اثبات کنه میتونن گپشانه و واقعا هم به بدون تقلید گفتم که من همین روشن فکر گرید و این روشن فکر اینهان تقلید کرده از ایران گرفتن لیکن ایران به روشن فکر اعضای حزب کمونیست بود. منور الفکریه عربیه ترجمه کرده گرفته خودش تقلید. لیکن اینها ماهیت و این نهضت نفهمیدن حتی. اکنون تقلید کنید کارتان همین آخرش به همشه قبول میکنید. همه خیلی کرده چی کردن؟ یعنی من به عبدالجبار بود یکتا
تایر همون تایر بشده خریب وقتی میانجگری های منو لایق و لایقه دست داده بودیم چون که ما از قاضیات برامده طرفی و به ماشین به شتا رفتنی بودیم همین وقت با من دیدم که همون تایر آمده شده است از وی از میدان شهیدا ثانی ما لایقه گفتم که ما همین پرسم که اول چخیل شتابه وی لایق دستم قپیت منم توی هیچ شاب چین جدبه خرینسنیم گفتا روسی کازرسو یعنی همین کدام وی حرب کننده ها شون است چون که من خیلی وای تلپا بسیار شون است همین در را گیدی ماشون پیچاندن که لایقه براده میکشم گفته من یک وی جانداری تلویزیون زده دیده موندم اونجا من گفتم یاردم ته و کلرشم اومده گفت که شما ماشین بشینید تانو درایش تیریزه هاش محکم کن تانو کی وقتی که میانچیگری میکردید کدام طرف بیشتر گپ شما را گوش میکرد؟ طرف حکومت یا طرف مخالفین؟ اینجا همه سیتواتیو نه یعنی وضعیت منو بکره میانجیگری های ما از وی سر شد همون یک وی بود که زینالدین نصرالدین رئیس خاور انمون تاجیکتا وی منو لایق به همون آشخانه وی شورو برای عبید وی داده بودن پروپوسک شانی همونجا همون نصیرالدین منو لایقه دیده آمده گفت که معلم آقا اینجا پگمگه این بین دو میدان جنگ میشد شما اینجا بیمنال شتا خود شدید دلتان نمیسوزد می گفتم دلم میسوزد لیکن خود چکار کنیم گفت من شما همه هر دو طرف میشناسند همین وای کنیتون میانجیگری کنتون فهمونتون ما خیلی رفتیم همه خیلی کرده کریم ناغسیم حاضر شی استاد یکی هر دو طرف نماینده طرف دیگر شوف میکرد استاد چی فکر میکنید آینده فرهنگ و تمدن و علم در جمهوری ما به کجا می رود؟ برای این بسیار کار کردن در کار یکتاش همین آبروی و اعتبار پیشینه روشن فکرانه همین اینتلیگنسیا اهلی زیا
آهسته بلند برداشتن کار. برای این پیش از همه سواد، اهل سواد تکیه کردن کار. انسانی همون اهل سواد خوش آمدگوی و اینیو خوش آمدگوی حضور یک نسل نو در آخر همون وای اینتلیگنس دو جلو شد و خوش آمدگو منصبگیر و هاکذا. حالا است که اینا اکن یک اول نظریهش ساختن نکن، یعنی کادر چخیل کنیم. سالین شعورش بود کادر رشای و سیا آیا حاضر کادر راکتی نیچو نیرش توپیک. کشورهای همسایه ما که اکثریت کشورهای ترک زبان هستند همشان اعلان کردند که الفبای دیگر میگذارند. بیشترشان با لاتینی. ازبکستان الکی گذشت، قزاقستان در سال 2026 میگذرد، تنها قرقیزستان میماند اینم میگذرد. ما چی کار میکنیم؟ با فارسی گذاریم یا شما چی پیشنهاد دارید؟ من فکر میکنم که همه برای وی ما یک طرف رفتن نکنه. همین دوره 70 سال شوروی هم اینقدر کتاب و اینقدر مقاله و چاپ شد که وی یک جزو جدانه شونده مدنیت نو عصر 20 ماست. هم با بگذار برای ما چون حوزه وارد شوی به مدنیت جهانی بود. هم با باید جلوکر حاضر یک بار الفبای عربی بگذاشتن معنی نداره. و حوزه و نگاه داشتن در کار. خواهی اینش هم کن الفبای دیگر کردن که نمیشد. نامو با اینجا بسیار احتیاط کردن در کار. هر دوش باشد. شما از صحبت معلوم میشد که حسرت دوران شوروی را زیاد میخورید. خودتان از نگاه فکری کی حساب میکنید؟ بیشتر آزاداندیش هستید، دموکرات هستید یا یک کادری پرورده شوروی و مکتب کمونیستی؟ ما بر این آدم‌ها زیر وی نمیمانم ترغیبات. بنابراین من دوره شوروی هم وی بودم، آزاد فکر یا آزاداندیش. بنابراین من دوره شوروی 20 سال خارجه و حتی کنفرانس و مجلس های علمی جهانی و نمیماندن، اجازه نبود. استاد در یک صحبت پیشتر گفته بودید که کارهای زیادی ناتمامی دارید، کدامش به آخر رساندید؟ همین تاریخ جنگ گرجایی نوشتم بسیار وقتی ابجکتیوی که اساس سبب جنگ این اون کمال بیسوادی چاپ شد یا کی چاپ می شود؟ نه اینه من اکن گپ اونجا بسیار گفتگی همون با من حاضر دیگه کتاب سر کردم و همچون مواد همین نامش موندم حکمت تاریخی
تاجیکا. من کتاب وای با غفروخ با و یا بیشتر از نظر سیاست وای کرده همه گپا گفته کشانه. لیکن اگر مسئله دقیق به میان گذارید تمام فرهنگ گذشته ما اشتراک و شریک فاجعه ما. اکنون سببش چی؟ سببش این که همین دوره 1000 سال حکومت ترکا ذهن مایا کوفته مجق کردن. همین محصول ما هست. اینا آسان نه. استاد در رابطه به همین سال گذشته اون سازمان کشورهای ترک زبان سمرقند گهواره تمدن ترکی اعلان کردند. این تاجیکستان به عنوان میراثبر فرهنگی که در سمرقند و بخارا رویده بود اعتراضی آشکارایی نکرد. فکر میکنید که این چقدر فاجعه میتونه داشته باشد؟ همین نشان میدهد که در گپ چی و عمل به چی. من همون وای میبیاد و چی شوکت آموز شرط مانده نکن که بیا زمین استوب که من مکتب میگیریم. ما اون مکتب ازبکی بملال هر کجا آشمون در سمرقند و بخارا مکتب تاجیک بستگی چقدر دوستی میشد. نه میخیر که گپ کتیز وای عمل کتی نشان دادن نکن که بیا من باید یک اهنامه امضا کنیم. معارف مکتب معارف زبان همینه یک قرار ببیم. من مثلا غفورف چقدر وای کردن که آخر کتابشون با همین درباره دوستی خلق ازبک و تاجیک چند صفحه بخشیده و در تاریخ نبوده که چیزایی هم خوش کرده تاجیک آزاد به معنی گفته نشان داده که آمین قرصک از دو دست میبره یک که قرصک نمیشه. استاد به فکرم شما خبردار هستید که 1 سال پیش نویسنده کتاب حوادث روزگار من و محرریان بازداشت و به زندان کشیده شدند. فکر میکنید این کار درست بود؟ هم اتفاق نویسنده ها هم وای بی‌طرف شدن کن. ای بکی رفته من این مسئله حوزه واخوری جدی ماندن نکن به خاطر پیشگیری از ویای دورشوی حاکمیت و خلق. انا هم با ماندن نکن که ما اما بعضی ویای گویی مثلا شما از این خلاصه بردتان یک این تکلیف کنسترکتیوی این به خاطر مستحکم شدن دولت پسا انقلابی ما و نیز وحدت خلق و جامعه و رهبریت هم ما کمک کردیم و در کار گفته انمین اگر همه حالتی شد اگر هم مایم بیابرو هم شما هم بیابرو. شما امروز
چی امتیاز، چی برتری های اجتماعی اقتصادی یا چی توجه نسبت به شما وجود دارد از سوی اکادمی علم ها است، از سوی حکومت است؟ من یکان امتیازش نکردم. یکان امتیاز فقط حاضر اکادمی اتستاسیا کسیدن خریب است که من افتانم. این روی دموکراتیک ترینش همین ده. اولین که مثلا همین همه باید کامپیوترهای مایده و حوزه درجه و ترقی کرده نازه چین را گرفتن. منم به یک تا دودگی بودم. این سراسیما کامپیوتر رو میگیرن خالی کنید و او فلشکا و خالی کردن در کال جو مواد بسیاری من های دوسته وای بفرمودیم با هون کدامش درست و کدامش نادرست نمیدونه. ها گرفته فلشکا وای کردن فلشکا نکن کامپیوتر داده خودم وای کنم گویم نیست. تشکر زیاد استاد.